این زندانی کفشاشو در آورد و رفت کنج سلولش قایم شد. وقتی نگهبان داشت سرزنی میکرد دید پسر توی اتاقش نیست. اون وارد اتاق شد و وقتی به سمت چپ نگاه کرد دید این زندونی شیطون کنج اتاق قایم شده. مأمور یه جوری خوابون تو گوش پسره که جدش جموگ اومد جلوی چشاش. وقتی نگهبان از سلول خارج شد پسر بلافاصله دنبال یه راهی واسه فرار گشت. روز بعد وقتی نگهبان سلول پسره رو چک کرد دوباره دید هیچ کس داخلش نیست. سلول کاملا خالی بود تا اینکه نگهبان به بالا نگاه کرد و دید پسر مثل میمون چسبیده به پنجره بالای سلول. نگهبان با باتوم کون پسره رو خورد و خاکشیر کرد. از اون روز به بعد پسر هر روز تنهایی توی سلولش ساعت‌ها تمرین می‌کرد. یه روز وقتی نگهبان وارد سلول شد دید لباس پسر کف اتاقه اما خودش آب شده رفته تو زمین. ولی در واقع پسر داشت بدون کوچکترین صدایی پشت سر نگهبان حرکت می‌کرد. حالا اگه من بودم تمام مفاصل بدنم تق و توق صدا می‌کردن. تازه دماغم هم موقع نفس کشیدن سوت می‌کشید. نگهبان حس کرد که یکی پشت سرشه. واسه همین سری برگشت ولی پسرم با همون سرعت رفت پشت سرش. همون لحظه نگهبان سایه پسره رو دید و با باتوم زد تو فرق سرش. بعد بهش گفت اگه یه بار دیگه از این سس نمک بازی‌ها در بیاری با همین باتوم روده ها تو تلمبه میزنم. ولی پسر قصد تسلیم شدن نداشت و دوباره شروع کرد به تمرین کردن.